سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگیم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جای که هستین جور صحت سلامت باشین. تشکری میکنم از شما که ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا از استاد ناشناس عزیز می باشه که ویدیو به انتخاب چندین دوست ما آماده میشه. میریم شروع میکنیم دوستای عزیز. خط پر مخ سنم راغی که پوجمیش و به حالکی. متاسفانه در قسمت از که شعر از کی است و کمپوزیتور از آهنگ کی است من نمیفهمم، معلومات ندارم. شما اگر میفهمید لطفا ما را هم همچنان در جریان بگذارین. این آهنگ زیبا را میخوایم که من از سی بخونم. مربوط تات بلاول است دوستای عزیز. اسکیل ما یعنی که سی میجر اسکیل است. سی میجر اسکیل ما چی رقم شکل داره بر روی پرده های ارمونیا. سا ری گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما گا ری سا. آهنگ از این سی میجر کورد شروع میشه. انترو و انترلود آهنگ یک رقم است. البته آهنگ استاد ناشناس وقتی که در کنسرت خوانده امروی ارمونیا امو میلودی را که میخوانه امور همچنان در انترو و انترلود آهنگ نواخته، ولی که در تلویزیون قدیم در افغانستان خوانده که امروی پیانو نواخته او دیگر رقم است. کوشش میکنیم که ما امور رقم بنوازیم ولی عین چیز نمی باشه به خاطر از اینکه امروی پیانو است و این امروی هارمونی است، ولی کوشش میکنیم که تا اندازه بتونیم که هم شکل از اونمو آهنگ اصلی ما انترو و انترلود آهنگ بنوازیم که انترو و انترلود آهنگ یک میلودی هستند. ساماگپا اتر شروع میشه. همراه یک انگشت می نوازم. بعد از انترو آهنگ دمی سی میجر کورد استارت میشه و از اینجا آهنگ شروع میشه. آهنگ از ده شروع میشه دوستای عزیز. سا ری گا ما پا دا. خط پر مخ ده سنم راغی کس پوجمای شو به حالکی دایغاش پخلکی زیبکا کجالشو به حالکی دایغاش پخلکی زیبکا کجالشو به حالکی. حالا امروی یک انگشت کار میکنم. خط پر مخ ده سنم راغی کس پوجمای شو به حالکی دایغاش پخلکی زیبکا کجالشو پالالکی. خب انترلود آهنگ هم عین یک رقم است مثل انتروش واره. انتری آهنگ از این سی میجر کورد شروع میشه اما سکند انورژن میشه. این سا و گای ما ده های اکتف میره اتر میشه. این پرده اینجا میمونه این اتر میشه و انتره از نی شروع میشه دوستای عزیز. دازما لغا ماشین را پاکی خیال دیار دشندو
لکه می پشن پیالکه. حالا امرا یک انگشت کار میکنم. لکه می پشن پیالکه حسیرن زیب و زینت کا لکه می پشن پیالکه. آهنگ دوباره در می سی میجر کورد استارت میشه. دوستای عزیز، این بود تمام آهنگ. امیدوار هستم که شما با بزرگواری خودتان لطفاً کاستی های ویدیو رو ببخشین. ریتمی که در این آهنگ استفاده شده 7-8 تایم سیگنیچر از دوستای عزیز. شما میتونین که خودتان در مغولی این تمرین بکنین.